سلام علیکم هموطنان عزیز. ساحه مربوط ناحیه 12 است و ما در این ساحه مشکلاتی داریم که از نگاه چتلی آب و کثافاتی که از ساحه بلاک دوم و نمرات کرزی به این ساحه می آید و در زمان وقتی که باران شود و یا برف شود این کثافات دوباره زیاد تجمع میکنه و به خاطر از این ما چندین بار به ریاست ناحیه 12 مراجعه نمودیم و چندین بار درخواست و عرایض دادیم و فعلا کدام نتیجه ندادم. امیدوار هستیم که در این حصه ما را همکاری کنین و پیام ما را نشر کنید. و در زمین دیگه این ساحه بسیار آب گنده داره و چتلی زیاد شده، حتی کسی نمیتونه که برای یک هوای آزاد بگیره. تقریبا چندین سال میشه و مسیرش هم معلوم نیست، نمیتونه رفته. اونجا پیش میره یک کوچگک که پیش میره اونجا بند میشه، آبها مکمل بند است. بس این مسیرش است که این آبها در داخل خانه مردم میره و اوجم دیگر را نداره. و همین ساحه که هست، همین ساحه بین چهارراهی ماموریت و این طرف هم پروژه امنیت، تقریبا در حدود 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر است که باید پخته شود، قیر شود تا مشکلات مردم اهالی رفع گردد.